ببین مشکلی که من با این آمریکایی‌ها دارم اینه که طرز جوری که لباس میپوشن. آخه مگه داریم؟ به من انقدر شال و کلا میکنم تیپ میزنم که چی که برم بیرون ببینم مردم با پیژامه اومده. خب نکن تو رو خدا. آخه میفهمم برای این راحتیه، برای اینکه کامفتبل باشی، برای اینکه نمیدونم استرس نگیری و اینا. خب نباش. خب نباش، راحت نباش. چون بیرون اومدی که راحت نباشی. اگه قرار با پیژامه بیای بیرون بشین خونه نیا. آخه اینا دیگه واقعا دارن گن میزنن. خب فقط بیرون همینجوری مغازه با پیژامه نمیان، اینا مدرسه هم با پیژامه میان، دکترم با پیژامه میان. نکن. آخه خاک تو سرتون، مگه داریم؟ اصلا روحیه آدمو خراب میکنن. من نمیخوام تو رو تو اون وضع ببینم. حالا بهشون هم بگی بر میخوره، میگه ما اینجوری راحتیم. اینو واقعا خاک تو سرتون. با اینقدر تکنولوژی پیشرفته، با این همه چیز، بازم شما اینجوریین. میره برای من دمپایی میپوشه. کاش که اصلا تیپی که بزنه به دمپایی بیاد. رفته از بالا اینجوری تنظیم کرده خودشو قشنگ، اینجوری شیک و پیک کرده، بعد پایین میبینی دمپایی پوشیده. اونم دمپایی چی؟ دمپایی پلاستیکی. حالا دمپایی شیک هم نپوشیده.